سلام، محمد منصوری مهر هستم، یه تراپیست. چیزی که میخوام صحبت کنم شاید دغدغه گذشته خودم بوده. شاید اون موقع اگر که میدونستم بهم کمک بیشتری میکرد. اینکه مسیر روانشناس شدن چیه؟ چه کارهایی باید انجام بدیم؟ اصلا چی جوری میشه که ما به اون نقطه برسیم که بتونیم توی مکعب درمان بشینیم؟ چیزی که هست اینه که وقتی که خودم شروع میکردم مسیری نداشتم، مثل بالا رفتن از کوهه. اینکه تو بدونی نقشه کوه داشته باشی که انقدر میری به ایستگاه 1 میرسی، اونقدر میری ایستگاه 2 کلکچاله و اینجا پناهگاهه و همین شکلیه که داری بدونی چه شکلیه، کجاها درخته، کجا میتونی بایستی از سایه لذت ببری، کجا یه چایی بخوری و کجا بری کمپ کنی، چادرتو بزنی. ولی اگر که مسیری نداشته باشی فقط تخیل میکنی اینکه خب با این سرعت میرم، اینجوری میرم، تو این به این شکلی میرم و یه تخیلی داری. خوبه، محرکه برای جلو رفتن، ولی این شکلیه که وقتی یه جایی میخوری که سخته، سورپرایز میشی، شوکه میشی و شاید حتی بترسی، شاید ناامید بشی، خسته بشی. حقیقت هم روانشناس شدن اونقدر هم آسون نیستش. یعنی یک مسیریه که سخته. اینکه سختیاشو نمیخوام برم تو اینکه حالا توی مکعب درمان چه میگذره، چه چیزی هست، فرسودگی روانشناسی، اینا رو کاری ندارم. میخوام فعلا فقط به مسیر تو این ویدیو بپردازم که چی میشه. چیزی که هستش اینه که خب مسلماً مثل رشته‌های دیگه نیستش. تو باید یه تحصیلات آکادمیکی داشته باشی برای اینکه بتونی وارد حوزه کار بشی. مثلا مثل گرافیستا نیستن که حتما باید تحصیلات اون رشته رو داشته باشن. نه، میتونن نداشته باشن و اون فن رو یاد بگیرن. ذوق و قریحه‌ش رو باید داشته باشن. ولی ذوق و قریحه داشتن برای روانشناس شدن، یا اینکه تو چقدر انسان هوشمندی هستی، یا درک بالایی داری، یا امپاتی داری و چقدر تراپی گرفتی، اینا مهم نیستش. حقیقت هم اینه که تو باید یه اصولی طی کنی. 4 سال بعد بری لیسانس بخونی، وارد دانشگاه بشی، درسای خودتو داری اصولاً و یعنی 4 سال گذشت. موقعی که من اومدم سراغ روانشناسی با یکی از دوستام شروع کردم. اون رفت سراغ هنر و سال سوم دانشگاه بود که وارد بازار کار شد و دیزاینر شدش. ولی من همچنان داشتم درس میخوندم، تازه ابتدایی راه بودم، هنوز لیسانس هم نگرفته بودم. با هم دیگه شروع کرده بودیم، با هم دیگه لیسانس رو تموم کردیم. اینا رو میگم که واقعیت ها رو ببینیم. من دوباره تازه اگه پیوسته وارد ارشد بشی و نخواهی که بخونی برای اینکه بری ارشد دولتی، یا چون فرق میکنه یه ذره ورود بهش، بعد شما بعد دوباره پیوسته درس بخونین، فشار داره و جامعه بچه‌هایی که دارن وارد روانشناسی میشن خیلی زیاده. یه جاذبه هایی داره روانشناسی برای اینکه اسم آقای دکتر رو بگیری، خانم دکتر رو بگیری و حقیقت امر اینه که جامعه ما خیلی شیفته اسم دکتریه. این خودش یعنی موضوع دیگه ای بر صحبت کردن که شاید یه روزی راجبش صحبت کنم که چرا، واقعا چرا. ولی دوباره برای دوره ارشد که میخوایم وارد چین، حجم زیادی از بچهای رشته های دیگه میان که میخوان وارد روانشناسی بشن و بسیار زیاده. حقیقت همینه که با حقیقت رو دید و یه ذره رقابت توی ارشد سخت میشه برای وارد شدن. این هم حالا دوباره موضوع بحث دیگه است که چی میشه که ما میریم لیسانس میخونیم، بعد میبینیم اون رشته رو دوست نداشتیم. باگ نظام آموزشیمونه. اوکی، ما داریم اینجا زندگی میکنیم و مهم اینه که اون چیزی که میخوایم و دوست داریم و پیدا کنیم، اون مسیر رو بریم. اتفاقا خوبه. اینجا وارد ارشد میخوایم بشین. بازم بهتون میگم این نکته رو میخوام بذارم. خیلی ها رو میبینم که زمان زیادی میذارن برای وارد ارشد دولتی شدن، یا مثلا دانشگاه فلانی این شکلی نریم. حقیقت هم اینه که این که شما کجا تحصیل میکنین، توی
دانشگاه برای اینکه شما یک درمانگر بشین، توی مکعب درمان بشینین، هیچ تأثیری نداره. یعنی اصلا مهم نیستش که شما بهترین دانشگاه ایران رو رفته باشین یا یک دانشگاه معمولی رفته باشین، چون توی دانشگاه به شما یاد نمیدن که درمانگر باشین. این حقیقته. دانشگاه هیچ چیزی به شما نمیده. یک سری درس‌های نظری دارین میخونین، تاریخ روانشناسی، فیزیولوژی میخونین، با ساختار بدن، ساختار روان، نوروترانسمیترها، همه این چیزها، ناقل‌های عصبی، اینا آشنا میشین. نظریه‌ها رو میخونین، آمار میخونین، روش تحقیق میخونین که چجوری پژوهش کنین تا دیگه بخواین پژوهشگر بشین و چیزی به شما نمیده، فقط یک سری تئوری ها و همین. دوره ارشدتون هم 2 سال بعد بگذارین، یعنی 4 سال لیسانس، 2 سال اومدین ارشد. 6 سال گذشته و هنوز بچهای علوم انسانی نمیتونن، یعنی مثل بچهای دیگه رشته نیستن که بتونن، مگر که برین کارهای دیگه پیدا کنین، کارهای جنرال برین انجام بدین. با روانشناسی نمیتونی شما توی مقطع درمانگر بشین. بعد بیاین روی پایان‌نامه ارشدتون، حالا ارشدتون 2 ساله ببندین یا 3 ساله که زمان بره، بعضی وقتا رو اون پروژه که آدم‌ها کار میکنن خب بیشترم طول میکشه روی پایان نامه‌شون. و تازه اول خطیم، تازه اینی که بیاین به خودتون فکر کنین که من چه رویکردی میخوام وردارم، میخوام برم چه اپروچی وردارم برای خودم، میخوام روانشناس تحلیلی بشم، میخوام بیام آربیتی بخونم، درمانگر آربیتی بشم، میخوام بیام سراغ ایموشن فوکوس تراپی، EFT یا انواع رویکردها، CBT، شناختی رفتاری، انواع رویکردها داریم بچهای روانشناسی برای اینکه بیان توی اتاق درمان بشینن و هر کدومشون این شکلیه که ما با چه دیدگاهی شروع میکنیم به ورود به ساختار ذهن مراجعی که جلومون میاد میشینه. و مثل پزشکیه که تو انتخاب میکنی چه تخصصی بگیری برای اون کارت که شروع کنی. تازه اینجا اول راه، حقیقتشو بهت بگم، تازه تو وارد روانشناسی میشی وقتی که اپروچ تو میای انتخاب میکنی. میتونی همون وسطای ارشدت بیای تحقیق کنی، انتخاب کنی. خیلی چیزهای اینجایی هستش که ببینی تیپ شخصیتی چیه، مدل چیه، آدم سریع هستی، آدم هارشی هستی، آدم تحلیلی هستی، آدمی که هستی که زیاد تو مختی، تو مغزت داری فکر میکنی، یا آدمی هستی که امپاتی بالایی با جهان اطرافت داری، همدلی، کنجکاوی. ولی به نظر من مهمترین چیز اینه که خودتو بشناسی. یعنی اینجا یه شناختی نسبت به خودت داشته باشی که من چه هستم، چی میخوام و میخوام که چه جوری برای این دنیا کاری کنم. تو این نقطه تازه میای رویکردت انتخاب میکنی. تو بهترین حالت 6 سال گذشته. آره 6 سال گذشته. میگم که ارشدتون 2 سال گذروندی. حالا میای نقطه قرار میگیری که میری یک رویکردی رو ببینی. اینجا بچه‌ها شروع میکنن انواع دوره ها رفتن. من پیشنهادم اینه که دقت کنن روی دوره‌ای که میخوام برن، رو اون شخصی که هستش. الان تو وضعیت ایران همه کلاس میذارن، همه دارن دوره برگزار میکنن، همه، و هیچ حقیقتش هیچ نظارتی هم نیست روی این که کی داره. خیلی تاکید کردم رو همه، واقعا انقدر دیدم که تک تک استادی دانشگاه دارن دوره برگزار میکنن، تک تک بچه‌ها، و دقت کنی روی این که تایید شده کجاست. آیا به اون انجمنی که شما دارین وصل میشین، مثلا سراغ گشتالت رفتین، چقدر وصل به گشتالت، چقدر به انجمن اصلی گشتالت وصل خارج از ایران تایید شده هستش، چطوره؟ و بهترین قضیه این شکلیه که ببینید چقدر ساپورتیو اون استادی که داره کار میکنه، چون دوره رفتن فقط کافی نیست. یعنی شما حالا تازه شروع میکنین به دوره رفتن، 6 ماه 9 ماه میرین تو یک مکتبی، تو یک اپروچی میشینین که اونو یاد بگیرین. من خودم درمانگر هیجان مدارم، یک زمانی و 9 ماه
حتی گاهی وقتا 1 سال، بستگی داره به اون دوره‌ای که اون شخصی که برگزار میکنه. گاهی وقتا 6 ماه میان زمان میبره که شما بیاین بشینین دوره رو یاد بگیرین، سر کلاس باشین، بعد بیاین تمرین کنین، جزوات رو بخونین، نه تا دوره تموم بشه. اینجا بعد بهتون بگم که حقیقتا همینه که شما هنوز روانشناس نشدین. بله، شما انگار کاتالوگ چگونه پرواز کنیم هواپیما رو خوندین و رفتین پشتش نشستین، ولی شما خلبان نمیشین که با کتاب خوندن، که شما باید تجربه کسب کنین. یعنی اینکه شما باید بیاین تازه تو جلسات سوپرویژن قرار بگیرین، یعنی اینکه یک درمانگری، یک مراجعی بشینه و شما بشینین و ببینین که این چیکار داره میکنه. مثلا گشتالتی داره نگاه میکنه، اگر صندلی‌ها رو چجوری داره میره، اگر که من خودم هیجان دارم این که چجوری داره تسک های صندلی رو میره، چجوری داره صحبت میکنه، اصلا همدلی چجوریه، امپاتی چی کار داره میکنه و همین حرف هایی که هستش. تازه نگاه میکنین و این خودش زمان بره، یعنی چندین ماه زمان میبره. صادقانه بخوام بهت بگم، من خودم بعد از اینکه تازه دورم و اون اپروچی که دوست داشتم به هم میشست، با ساختار روان من اوکی بود و حس میکردم که میتونم با مراجعام ارتباط برقرار کنم، احساسشون رو درک کنم، باشم، چون ما خیلی هیجان مداریم روی احساس اینه کار میکنیم. همین مثال روی این میزنم روش هستم. من 1 سال تو جلسه سوپرویژن نشستم، یعنی 1 سال میرفتم میشستم میبینم که چی میگذره، چه جوری داره دیالوگا میره میاد، چه ریسپانسایی داره میده، چی میگیره و همه این چیزها بودش. جز به جز می نوشتم، سعی میکردم تمرین کنم و اونجا بود تازه این که شروع میکنی تو به این که وارد اتاق درمان بشی. اینا یک مسیر اصولیه برای درمانگر شدن. من صحبت از عمه تراپی نمی کنم که تو بیای ارشدت یا لیسانس تو بگیری و بیای بشینی برای دیگران نطق کنی، برای دیگران نسخه بپیچی. این اشتباهه، این واقعا آسیب زننده است. این آسیب میزنه به آدم ها. ما مسئولیم در برابر آدمایی که میان جلومون میشینن، چون به اندازه کافی آدم ها زخم دارن و اون آدم اومده دنبال مرهمی، دنبال این که برای خودش کاری بتونه بکنه، برای وجود خودش. انقدر شجاع هستش که بیاد به ایسته جلوی خودش و این کار آسونی نیست، کار سختیه. تو این نقطه قرار بگیره و حالا فکر کن انگار که به اعتماد این آدم خدشه وارد شه، خیانتی بشه، چقدر آسیب میبینه. بسیار صحبت که راجبش میکنم اندوهگین میشم. حقیقتش این چیزی بوده که من دیدم و ناراحتم میکنه. برگردیم سر مسیر اصلی. اون که اینکه تازه جلسه سوپرویژن رو میگذریم. حالا تو باید جذب کلینیک ها بشی، چون که پروانه نداری که خودت بتونی، یعنی باید بری آزمون صلاحیت بدی، اونم دوباره یک مبحث دیگه. اگر بخوای کلینیک بزنی، اگر بخوای شروع به کار بکنی، یعنی یک مطبی رو بزنی و جذب کلینیکا بشی، باید اعتماد سازی کنی، باید خودتو نشون بدی. خود پروسه جذب شدن، اینکه جایی بتونی پیدا کنی با این بازار کاری که خیلی خیلی اشباع، بتونی کانکت بشی و شرایطشو داشته باشی، جذب یک کلینیکی بشی، تازه وارد مکعب درمان میشی. اینجا که قرار میگیری، با فرض این که تو در گذشته تراپی گرفتی، تو این نقطه اومدی قرار گرفتی، یعنی اومدی زخم‌های وجودی خودت، روان خودت، تروماهایی که داشتی، کامپلکس تروماها، آنگوینگ تروماها، چیزهایی که داشتی و حل کردی. چرا میگم؟ چون وقتی که مراجعت میاد میگه که اگر که درمان نگرفته باشی، اگر که تراپی نشده باشی، وقتی مراجعت میاد میگه که آره دیروز وقتی که بچه‌ها خونمون بودن، من اومدم چایی گذاشتم روی میز و یه ذره از چای ریختش روی میزی، با اون یهو داد زد چه گندی زدی، میزو ببین چیکار کردی، این رومیزی نمیدونستی چی بود. و جلوی همه شروع کرد منو تحقیر کردن، جلوی همه. و من یه لحظه اصلا حس کردم که دارم آب میشم. دوباره داره تکرار میشه، دوباره داره با من بدرفتاری میکنه، دوباره داره به من توهین میکنه.
جلوی دوستامون که همدیگه با همدیگه پارتنر همدیگه هم و چقدر میبینم اونا همدیگه رو دوست دارن و این به این راحتی برمیگره منو تحقیر میکنه. وقتی که اینو میگه امکان داره تو اگر که درمان نگرفته باشی، دارم یه مثال میزنم، تو تریگر میشی به گذشته و برای تو ترومات زنده میشه که برمیگردی میگی آره تو باید میرفتی میزدی تو دهنش میگفتی اصلا حق نداری با من اینجوری صحبت کنی، من دیگه تاب نمیارم، من میذارم میرم، اصلا تو باید اینجا بری و تنش هایی که ایجاد میشه. این اشتباه ترین اتفاقیه که میتونه تو مکعب درمان بیفته. اینکه درمانگر خودش تحت درمان قرار نگرفته باشه، سالها روی خودش کار نکرده باشه و خودش آسیب پذیر باشه، زخمی باشه اونجا که قرار میگیره و این خودش برای مراجع آسیب زننده است. با هر ترومای اون پرت میشه توی زندگی خودش. با فرض اینکه رفتین درمان گرفتین و نظر من اینه و خودم این شکلی زندگی میکنم که یه درمانگر به نظر من همیشه باید تحت درمان باشه، چون فرسوده میشه و اصلا حقیقتش پروسه تراپی برای روانشناسی که تموم شدنی نیستش، خودشون همیشه باید توی تراپی باشن. این خیلی کمک کننده است برای فرسوده نشدن و بودن. بریم تو نقطه بعد. حالا وارد مکعب درمان شدی، درمانگری نشستی و مراجعه داره میادش. جلسه سوپرویژن تو گذروندی. یه سوپرویژن دیگه ای داریم که همینطور که داری مراجعه میبینی، برای اینکه ذره ذره ناخودآگاه از مسیر درمان دور نشی، مراجعه های سوپرویژنی رو نگه میداری، سوپرویژن های فردی که تو با مراجعت فیلم میگیری و حالا چه جلسه آنلاین چه جلسه حضوری فیلم میگیری و با یک درمانگر دیگه ای، یک روانشناسی که سالها تجربهش از تو بالاتره، با اون چک میکنی. خب و فیلم تو براش میذاری، اون میگه که مثلا منصوری اینجا رو این شکلی صحبت میکردی بهتر بودش، اینجا رو اینجوری ریسپانس میدادی بهتر بود، اینجا خیلی خوب رفتار کردی، اینجا خیلی اوکی، آها چه اطلاعات درمانی داری، چه رابطه خوبی داریم با هم و اینو این شکلی میری جلو و این هم چیزی نیستش که تموم بشه، یعنی مدام ادامه داره. اینجا شما توی مکعب درمان اومدین قرار گرفتین بعد از چند سال، بعد از یه چیزی در حدود، یعنی دارم یک چیز اصولی رو میگم، الان 7 سالی گذشته، در بهترین حالت که هیچ پرتی وجود نداره، یعنی همه رو خوب پاس کردی اومدی جلو، اینا اومدی قرار گرفتی و دوره ها تموم نمیشن. روانشناسی دائم باید دوره بری، دائم باید با فلان شخص، با پروفسور فلانی، با فلان استاد دوره برداری و دوره ها هزینه برن، حقیقتش هزینه زیادی دارن. هر دوره‌ای که برمی‌داری، من برای صادقانه صحبت کنم فکر می‌کنم این شکلی بهتره. فکر می‌کنم حالا شاید زمان این ویدیو بگذره، ولی این یک دوره‌ای که رفتم 750 یورو من اون موقع پول دادم براش. یه دوره فشرده‌ای بودش تو چندین روز و مدرساش خارجی بودن، ایران نبودن و اینو دارم بهتون میگم که یکی از دوره هاست. دوباره دوره بعد برین، دوباره دوره بعد برین، باید ساعتهای زیادی بزنین، کتاب بخونین، کتابهای مختلفی رو بخونین، روی خودتون کار کنین. یک کتاب یک بار نمیخونین، رمان نمیخونین، یک کتاب 10 بار میخونین، کتاب برگ میشه انقدر که میخونینش. جزئیاتتون بعد بخونین، بنویسین، کار کنین، دوباره بیاین رو اون دوره‌ای که رفتین، رو اون دوره فوکوسینگی که رفتین، رو اون دوره امپاتی که رفتین، رو اون دوره نمیدونم کاپل تراپی که رفتین، اینا رو بعد بیاین بشینین پیاده کنین، دوباره اینا رو تمرین کنین و همه اینها هستش. یعنی شما نایستادین، همه این هزینه‌های دوره ها رو شما باید همچنان انجام بدین. هزینه سوپرویژنتون رو باید انجام بدین، هزینه تراپی خودتون هستش و حقیقتا روانشناسی اصلا رشته ارزونی نیست. اینو باید بگم. اینو اگر که برمیگشتم عقب به اون محمد
سالها قبل میگفتم شاید اون نقشه انتزاعی بالا رفتن از کوه براش سبکتر میشدش و راحت تر میشد. اینکه خیلی از بچهای دیگر میبینید زودتر دارن وارد بازار کار میشن، ولی ما بچهای علوم انسانی این شکلی نیستیم. دست اندازه زیادی داریم، خود پروسه جلو رفتن خیلی مشغله های زیادی داره و هزینه بسیار 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 زیادی روانشناسا میکنن برای اینکه به اون سطح برسن. هزینه دوره ها بسیار سنگینه و شما بعد از جای دیگه کار کنین اینجا بیاین بذارین و انگار که سرمایه گذاری دارین میکنین و خوندن تموم نمیشه. یک روانشناس توی یک نقطه‌ای نمیرسه، یک مهندس توی یک نقطه‌ای میرسه میگه من این فرمولا رو خوندم و این فرمولایی هستش که الان 100 ساله داره استفاده میشه. ولی روانشناسی دائم پویاست. چرا؟ چون انسان پویاست و نمیسته. روانشناسی که میسته زرد میشه. این پرسه‌ای بود که خواستم توضیح بدم که چه گذشت و چه میگذره و شاید اگه خیلی خیلی سال پیش این کسی به من این ویدیو رو نشون داده بود من قطعا این مسیر رو می اومدم، چون من اشتیاقم به بودن با آدم هاست. دوباره راجع به اینا صحبت میکنیم. ولی اینم بهت بگم اگر که خودم سالها پیش اینو دیده بودم دوباره این مسیر رو می اومدم، چون دوست دارم این مسیر رو، ولی آگاهیم بیشتر بود. اینجوری نگاه میکنم. همین. ممنون این ویدیو رو دیدی. فعلا.